هفته خبر تو خبر داره براتون از آه و ناله های عظما تو سال جدید و اعترافش به این که جام زهرهای بعدی تو راهه و بخوره پاشه نخوره پاشه. در قضیه هسته‌ای توافق شد، این اسمشو گذاشتیم برجام دیگری در قضایای منطقه، برجام دیگری در قضایای قانون اساسی کشور، برجام 2 و 3 و 4 و الی غیر ذالک بایستی به وجود بیاد تا ما بتوانیم راحت زندگی کنیم. این منطقی است که سعی میکنن این منطق رو در بین نخبگان جامعه و از سوی نخبگان جامعه به افکار عمومی جامعه منتقل کنن. عظما امشب سر بخور پیمونه ساقی پیکر تو شیخ فریدونه، اونقدر کوتا بیاد تا چپشی تو تابود، اون که باز شاهی کنه رفتن جانی جونه. طنز روزگار اونجا بود که وقتی پامنبری های عظما میخواستن علیه کوسه و شیخ فری شعار بدن و بگن جام زهرهای بعدی رو نریزی تو حلقوم خامنه، ناگهان ولی فقیه وارد شد و جلوی عربدی کشی های پاسداراش رو گرفت. به این ترتیب معلوم شد که خر عظما تو چه گلی گیر کرده و چه بنبستی سر راشه. وقتی میگیم آمریکا دشمن است یه عده‌ای منزعج میشن. چرا میگید دشمن؟ دشمنه. دشمنی اینهاست، اینا دشمنی است. اینم یه واقعیت. توجه کنید. فراموش نکنید که ما گفتیم ملت و دولت باید همدل و همزبان باشن. حالا سوال اینجاست که مگه همین برجام 1 دردی از دردای عظما دوا کرده که میخوان برن سراغ بقیهش؟ مردم ایران توی این سالهای گذشته فشارهای اقتصادی سنگینی تحمل کردن. آقای جهانگیری گفتش که از سال 95 انتظار ارزونی نداشته باشید. بعد جناب معاون اول آقای عراقچی خیالمون رو راحت کردن که گفتن برجام معجزه نمیکنه. بله، این هم یه اعتراف دیگه به این که همه اون وعده وعیدا فریبی بیشتر نبود. از برجام که بگذریم میرسیم به برشام و دست و پا زدن عظما تو باتلاق سوریه. بعد از جیم شدن روسیه و تحمیل آتش بس، حالا این کمال جام زهری رو فرستادن سوریه تا هم به بشار گردن دراز دلداری بده، هم بهش بگه هوا پسه و وقت برشامه. دکتر خرازی و بشار اسد تأکیدشان حمایت بیچون و چرا از محور مقاومت بود. رئیس جمهور سوریه گفت بدون مقاومت و راهنمایی‌های جمهوری اسلامی ایران تروریست‌ها و حامیانشان در زمین شکست نمی‌خوردند و پای میز مذاکره نمی‌آمدند. گفت همچنان به ایران نیاز داریم. بشار میگه هنوز نیاز داریم، ولی آخه خبر نداره که پاسدارای ریزشی از رفتن پیش اسد و جسد برگشتن خسته شدند و دوریالیشون افتاده که ترکیدن واسه اسب بازنده خریته. حاجی خسته شدیم چقدر شهید بود. این واقعیته. اگه کسی نمیگه من نمیتونم نگم. من نمیتونم سرمو تو برش بکنم. من میدونم، من خبر دارم برام میفرستن. بگم خب خدا رحمتشونه بیا بریم پیتزا بخوریم، منو کش لقمه همین یه جور. به این ترتیب یکی از پایه‌های اصلی صندلی ولایت داره فرو میریزه و چیزی به کله پا شدن عظما باقی نمونده. ولی فقیه دنبال این بود که با موشک پرونی یه حالی به پاسدارای وارفتش بده و یه بتونه‌ای به شکافاش بماله، اما موشک برگشت تو عمامه خودش و تحریمای جدید کلید خورد.
پهن شدن دوباره بساط رجزخانی در سنای آمریکا. گروهی از سناتورهای جمهوریخواه آمریکا به بهانه قدرت موشکی ایران لایحه‌ای را ارائه کردند که دولت باراک اوباما را ملزم به اعمال تحریم‌های اقتصادی شدیدتر علیه ایران می‌کنه. حالا بعد از همه این حرفا، برای اینکه بسیجی‌ها یک دلخوشکنکی داشته باشن، الاغچی رو آوردن تا یه خاطره از نشون دادن اقتدار خودکاری نظام تو مذاکرات تعریف کنه. شهادت میدم به عنوان کسی که در صحنه بودم که هیچگاه نشد که طرف مقابل ما کلمه تندی به کار ببره ما تندتر از اون نگیم. آقای دکتر ظریف بودن و ما و اون طرف هم آقای کری بود و خانم اشمیت از طرف بقیه شرکت کرده بود و جمع تیم آمریکایی بود. خیلی بحثا بالا گرفت. در یک صحنه آقای دکتر ظریف یک موضوعی رو حالا گفتن که آقای کری خیلی عصبانی شد و خیلی محکم دستشو کوبید رو میز. حالا اون یه خودکاری رو میز بود، ظاهرا دست ایشون به گوشه خودکار کمانه کرد از اون طرف میز پرتاب شد این طرف میز و خورد به من، یعنی دقیقاً خورد اینجا. اما همون لحظه که خورد اینجا من گرفتم و بلافاصله پرت کردم به سمتش، با اینکه عمدی در کار ایشون نبود در پرت کردن خودکار، ولی یک بالاخره جسارتی شده بود به هیئت ایرانی که باید بلافاصله جواب داده میشد. صورت بعضی از کسانی که در جلسه نشسته بودن از طرف مقابل دیدم که خیلی تعجب کردن که چگونه کسی میتونه مثلا اینطوری با وزیر خارجه مثلا آمریکا برخورد بکنه. تو مذاکرات با مخ خوردن زمین و هست و نیست نظام رو به باد دادن. وزیر خارجه محترم ما در مواردی به بنده گفت که ما اینجا رو دیگه نتوانستیم، این خط قرمز رو نتوانستیم حفظ کنیم. بعد با این فیگورا میخوان خودشون رو از تک و تا نیندازن و بگن زدن. دست آخر وقتی هیچ کدوم از راه حلا اثر نکرد، بسیجی‌ها رو بردن راهیان زور تا قاطی استخونا بچرخن و جوگیر بشن. اما تو این وضعیت پتال سیدعلی تنها آرزویی که واسه بسیجی‌های دماغ سوخته باقی مونده اینه: بچه‌ها سیدعلی هست، تنهاست، خیلی تهاجم هست، سیدعلی رو تنها نذار. آقا خوشا به حالت که منو تعریف کردی، منم یه هدیه میدم بهت. یا زهرا آقا دم شما گرم. انشالله همینجا شهید بشی. انشالله. منم امیر فقط این صحنه رو ثبت کن من گمنام نشم. این فیلمساز دوغکی هم میخواست با ساختن یه فیلم تنفر مردم از آخونده رو ماسمالی کنه، اما همینجوری چارچنگولی توش موند. فیه مافی یک فیلم مستقل تک نفر است پیرامون مشکلات فیلمسازی که از زمان سوژه اولم آقای قرائتی شروع شد. دیدم که با اینکه ایشون خودش 30 سال کار تلویزیون انجام داده مقابل دوربین هست، مشکل داره با یه سری از فضاها که من حالا دارم ضبط میکنم. بعد رفتم سراغ سوژه سوم که آیت الله جنتی، دیدم که قصه همینجوری داره جدی‌تر میشه و این کار نشد، ساختش متوقف شد. یکی از مشکلات طرف این بود که مثلا باید از یه آخوند تاریخ در رفته فیلمی ساخت که تخت خوابش رو با خودش برده تو اتاق کارش. آخه ما هر دفتری رفتیم تخت رو دیدیم متوجه شدیم که اینجا آجای قرائتی هست حتما. این جریان تخت چیه؟ سوالای بی خودی میکنه. فلسفه تخت چیه؟ فلسفه مادکار چیه؟ فلسفه لحاف چیه؟ آخه کسی که معاون وزیره تو دفترش تخت؟ معاون وزیر گفتم من اول رئیس خودم من بعد معاون. دست آخر طرف بوکس و وات کرد و بعدم موتور سوزون. یعنی دید جواب نداره و از این رشته بیرون کشید. فیه مافی نقطه پایان کار من درباره این مدل فیلمسازی، چون واقعیتش میبینم نمیشه کار کرد. میگن تو هر سن و تو هر مکان و با هر وضعیتی میشه ورزش کرد، حتی اگه تنهایی روی تخت بیمارستان افتاده باشی.